خسته شدم دیگه، پاشم برم نهار چیزی بخورم. چرا نهار نخورید؟ چرا که نهار خوردن سمه؟ نهار نمیشه، نهار نمیشه. بس یکم دیگه کار میکنم، حالا برم سفت تخم مرغ چیزی میخورم. تنها میخوری ریزشمون افزایش پیدا میکنه. پس سفیده هم نمیخورم. شیر خوبه برای بدن، خوبه. شیر براتون خوب نیست. شیرم نمیشه خورد. گوشت بزرگترین عامل بیماری‌ها گوشت گاو و گوساله و گوسفند و بره. گوشتم نمیشه. چی بخورم پس؟ بذار فکر کنم ماست و برنج دیگه. ماست همراه برنج؟ فراموشی و سردرد و بیحالی. ماست و برنج هم نمیشه. جوپرک کره بادوم زمینی میامده خوبه. نه کره بادوم زمینی. من هیچ کدومش تو رژیم غذایی بدنسازی پرورشندان قبول. اونم نمیشه. تون ماهی ها سرطان زا هستن. ماهی هم نمیشه. نون توست از نون توست استفاده نکنید. نون توست هم نمیشه. ماست و گوشت. ماست کنار گوشت فساد گوشت فاسد میشه، خطر داره.